اومدید به یه ویدیو دیگه از ویدیوی اول ویدیوی دیگه نباید میافتم از بازی هد و نیبل که بازی خوبیه. هد و نیبل من اومدم مرحله یعنی هد و نیبل 1 و براتون مرحله 1 و 2 شو برم دیگه. چه کاریش میشه کرد؟ برای معرفی همین که دارم انجام میدم با هم میتونیم صحبت هم کنیم. این خیلی خوبه، در واقع توی بازی خیلی جالب میشه. من صدا خودم تا آخر. آره این خوبه. حالا کجا بودیم؟ الان بریم توی بازی. آره بزنم از اول بیاد. اگه میخواستین که براتون مرحله 3 هد و نیبل برم قطعا بچه بزنیم من ریلود بزنم از مرحله اول بیاد. من بازیشو چند بار تموم کردم. یعنی نمیدونم رکوردش خیلی پایین بود. اصلا من میبینم یارو رفته یه جوری سریع بازی تموم کرده. میبینم چجوری از یه سری باگا استفاده میکنن. اینا خیلی خفنه. ویدیوشو میذارم ببینیم دیگه چه میشه کرد. قیافش خیلی بده. این شخصیت بهتر نمیتونستیم بسازیم. این دماغش صدای بازی بیشتر نکنم. احسیده 11 بونش. صدا رو بردم 50. خب یه دختری داره خف میکنه. پسر بودم نمیدونم صداش که شبیه دختر رو. این بازی کن آروم به سمت پنجره میره. صدا چیه خیلی زیاد شد. الان 30 بزنم بهتره. خب کلیدشان گذاشت اینجا قایم کرد. خب بچه اومدیم. وسایلی که اول لازم میخواید فقط همینان. چیزی این نگیر. اصلا باید چیکار کنیم؟ ببینید شیشت ترکیده. بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ بده گیرش بندازم. بیا دیگه. دوباره از اون ور میای. بچه کجایی؟ بزن خوشگل. بچه این خونه خودمونه فکر کنم، چون تنها دری که میشه باز کرد همینجا. نه چه خونه خوبی همه. اینه کجاست؟ دستشوی حمام. کی دستشوی حمام میاد تو آشپز؟ الان مثلا یارو غذا میخوره میره دستشوی در جا. عالی. اینجا کجاست؟ معمولا انبار میذارن زیر شیربونی. حالا تو ایران که زیر شیربونی نداریم، فقط انباری. اینجا الان و خدا وکیلی واسه چیه؟ اینجا الان بسم الله الرحمن الرحیم. این از تخت خودمونه. تگ نورس. اینجا تخت مامامونه مثلا. 2 تا بالش داره. الان من دارم خدا وکیلی چیکار میکنم؟ برو بازی کن. برو گم چه خونتون بچه. برو دیگه تا بازی. رفت خونشون. یه جایی بره که فقط من
بچه شما اینو کشیدین، هیچ اتفاق خاصی نه، ولی شما فکرش هم نمی‌کنین که پشت این یه چی باشه. اصلا پشت این چیه داداشم؟ خب آره، اینم کلید ماشین. بعد اینم که میری در رو باز کن. بچه هر وقت ماشین کاری کن اینو نکشین، در باز میشه، این میتونه از خونه‌شو میاد بالا. این در که قفله. چی شد یک دفعه؟ باز کن اینه. فیلم در حال آره در حال ضبط. بگین گرفت. خوابی پسر خوشگل، من رفتم دارم بازی تموم میکنم. این راه ساده ترش، اگه 2 نفره بخواین برین که راه خیلی ساده تری هم هست، خیلی ساده تر. در واقع الان نکنید، یادتونه یه کلید زدم صدا میومد، گفتم این کاری نمیکنه، اینو میبره بالا. تو اگه این نفر اینجا باشه تو اونو بزنی اون میره بالا. تو نمیتونی بیای، این در قفله. در قفل اصلا نه، این نمیتونه در کل اینجا بیاد. کلیدمون نزدم. خب اینم من گذاشتم واسه یه چیز خیلی خوب. بچه کجایی؟ ببینم. دراز کن. این تازه هنوز اوله، هنوز تموم نکرد. ارور داد. وای نگو ارور داد. بچه این من استوب بدم چرا ارور داد. والا نمیدونم چرا ارور داد یک دفعه. 2 تا ادامه بس. خب یکی از اینا بگیر، دستت خالی نمیشه. اصلا نیاز نیست هیچ کاری کنی. شما میگین اینجا 2 ساعت طول بدین، نه، از روی حلای من استفاده کنید. فقط قبلش چراغ قوه اینا رو بگین کور میشین. شما میگین این در رو باز کنم، اول یکی اینه من میاریم. نه خوب بیفته اینجا. کجا رو بسن؟ کجا رفت؟ یه باگ جدید. حالا کاری نداریم، اون اگه میده چی حوصله داره به 2 ساعت دوباره از اونا بیاره. برو خود بازی پیش برو. فقط 2 نفره حال میده بابا. من یه بار دیگه هم تست کنم.
بعد هولش میری بیفته. بیفت. نه خوب بود. وای 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 فوش گذاشتم. میدونی من نمیخوام به راه حلای بازی پیش برم، اما راه حلای بازی مشکل دارم. این درک همیشه گفت. این دفعه سرعتش خیلی بیشتر از حالت عادیه. به خدا وقت اگه تلف نمی کردم تو الان تموم شده بود. ندیدمش چرا. بابا دلنگ ترسیدم تقوی انداختم. خب من نه از اینجا اومدم اینو باز کردم. آها وای وای گفتم الان کار من راحت کرد دیگه، نیاز نیست برم 2 ساعت اینجا. سلام. باگ ای بابا ما اصلا نمیمد چی میشه. اکت 2 ساعت و منتظر بریم. یه کفشمون تتو داریم. زخم تتو میگم. ها در باز. در رو کی باز کرد فقط خدا میدونه. بچه این تازه مرحله 2 مرحله 2. مرحله 2 از یه طرف خیلی سخته، از یه طرف خیلی راحته. چند تا اندینگ مختلف داره. من راحت ترین اندینگ براتون میرم چون که واقعا راحته، کار خاصی نمیخواد. اون یه اندینگ هست اگه بخوای کلید یه اندینگ هست باید از اینجا فرار کنی. یه اندینگ از کلید قرمز رو پیدا کن. یه اندینگ از ترامپولین بری. من این 3 تا اندینگ فقط میدونم. باشه شما اگه اندینگ دیگه میدونید بگید. تو نسخه قدیمی هم از اینجا میشد پرید اینجا. الان نمیشه. خب در مرحله اول رو چیکار میکردیم؟ اینو فعال میکردیم. خوابه اینو چی فکرشو میکرد؟ تو یخچال آخه
ای روزگار. همین کار مو به مو باید انجام بدیم. آها بچه ها این نسخه اورجینالش فکر کنم نباشه، چون که تهش نمیشه، یعنی تهش تا اکت 3 میره، آخرای اکت 3 یه دری باز میکنی میخوای بری، نصف اون راه میره، بقیهشو نمیره. اینجا چیا میکردم؟ در اینو باز میکردم. یه سر بریم بیرون. اینجا درش گفت باز. آها وای نمیره این بالا. بیا منو بگیر، بیا منو بخور. ده دیگه شانس آدم بغلش شدم. اینجا کجاست؟ بیا بزنم. حالا اینجا نه دلغک. خب خوش میگذره، خوبین، سلامتین. یه عروسک بود، اگه بخوایم روند طبیعی بازی پیش بریم باید عروسک میذاشتیم اینجا، اینو درست میگن. الان ما به این قضیه کاری نداریم، ما همین کار خودمون بکنیم. ما کارم اینجا تموم شد. مثلا چی میخوای بیای؟ نمیتونی؟ نه آی نه میرفتم انقدر گوشه. و تو کجا این بیاین دیگه، دستم خالیه. این اندینگ سریع ترین اندینگ از نظر من. بعد ما این کلا معرفی کنیم. بچه ها که صدای منم بد میاد تو کامنت ها بنویسین، یا اگه سوالی چیزی هر چیزی خواستین تو کامنت ها بنویسین، من انجام میدم هر کاری که بگین. ها بعد بخونه موندی. بیا دیگه بیا دیگه بیا بخورش بیا ها شیشه ماهی ازم پرت کنی نمیتونی. چرا مردم جلو در مگه؟ بچه ها یه لحظه بذارید، بعدم میاد باگای بازی، یعنی باگ به این باگ چیه داداش؟ من باگ نمیدونم.
در اینجا آها دیدین؟ خب این الان میره این چیزا فیلم تمام شد، یعنی فیلم تمام شد، همینو میگم. خداحافظ هر کسی که داره این فیلم رو میبینه تا فیلم بعدی. اگه خواستین محل سهش هم بزنم بگین، اگه خواستین که بازی دوش هم انجام بدم بعد از اینکه محل سهش رو انجام دادم تو کامنت ها بنویسید. بعد اگه بازی دیگه، من بازی خیلی زیادی دارم، مخصوصا ماینکرافت خودم خیلی زیاد بازی میکنم، بدوارز، هر چی خواستین، اسکایمان، حتی اکانت پریمیوم هم دارم، پس میتونم راحت برم تا های پیکسل براتون هر چی که خواستین رو بذارم. تا بعد.